در یکی از سفرها پیغمبر علیه السلام با یارانشان، شدت گرماست، جزیره العرب است، پایین میشوند به خاطر استراحت در یک جایی که درختها هست و سایه کمی هست و یک درخت سایه از او را تخصیص میدهند به پیغمبر علیه السلام که ایشان در زیر از او سایه استراحت میکنند و شمشیر خود در شاخ درخت آویزان میکنند و لحظه چشم خود باز میکنند که مشرک شمشیر به دستش گرفته و بالای سر پیغمبر استاد است. میگه من ینقذک منی الان، که تو را از من نجات میدهد الحال اکنون. پیغمبر علیه السلام بسیار با متانت، با روح آرام، با شجاعت میفرماد الله، خداوند. با مجردی که الله میگه شمشیر از دست مشرک میافتد و شمشیر پیغمبر علیه السلام بالا میکند و میگه که حالا تو را از شمشیر مکی نجات میدهد. دوستها خودتان فکر کنید. میگوید مشرک میگه حلم، شخصیت و عفو در گذرید. میگه برو آزاد هستی، برو متر بخشید. با مصطفی برسان خویش را که دین همه اوست، اگر به او نرسیدی تمام بولهبی است. اخلاق در برابر غلام، در برابر کنیز، در برابر اطفال، در برابر دشمن، در برابر دوست، در برابر همسایه، در برابر فامیل، در سیاستشان امام اخلاق، در ادارهشان، در فیصلهشان. یک شخصی مرتکب زنا شده است، وقتی که به محکمه می آید با حضور پیغمبر علیه السلام اعتراف میکند، روی مبارکشان میگرداند. از این طرف میاد اعتراف میکند، روی مبارکشان میگرداند. بالاخره 3 بار میگه که یا رسول الله مرا پاک بساز. اخلاق عالی را ببینین. میگه چرا وقتی که خداوند ستر کرد تو را، چرا خدا به محکمه کشاندی؟ چرا خدا به محکمه کشاندی؟ وقتی که خداوند سترت کرد توبه میکردی که خدا تو را میبخشید. ببینین رحمت، ببینین شفقت، ببینین توبه میکردی که خداوند تو را میبخشید. امروز ما زیر عنوان اسلام با کمال تأسف کاری میکنیم که پیغمبر